سلام سلام دوستانی عزیز، چه خیلی که شما دیدین. نصیب باشه ویدیو ما امچه سر میشه. پای مهربان خواهرانی عزیز، میندار هستم از هر یکی شما که ویدیو ما رو تماشا میکنین، دستگیری میکنین. میندارم پای مهربان. چه خیلی که نای درجه دیدین دوستانی عزیز. من سه نام بخدم، خمیر کمتر کردیم، یا دسته کلچه دیگه کردیم دوستانی عزیز. اکنم خیلی آرا دادیم بدیل خدمان. میبینیم خیلی کچ خیلی میوه کلچه ما. در خمیر کلچه ما چیه دوستان عزیز؟ آب، دراج، نمک، کمتر روغن، کمتر مسکه. شیر ندارن کلچه دوستان عزیز. هم خیلی آرام میتیم، خوش رو مخپر میکنیم، سخ میچکیم. بعد با بلاشون یک دونه تخم با ما در کاره تا که بشکم سرخکی خوش رو بیا کلچه من دوستان عزیز. اگر تخم کنیم با خوش رو تر میوه. اگر به تخم آب بشپیم به فکر ما که خوش رو میوه خیلی که با تخمه خوش روه. نم خیلی دوستان عزیز، نم خیلی میچکیم سخت از در لیست میگیریمش. از تخمه شکیم اول. نم خیلی دوستان عزیز بیخ با بیخ تخمه شکیم خوش رو. بعد در لیست که گرفتیم به کرچه شکوف میکنیم، میزنیم تا که دم نکنه خمیرمون. اینجا که من در لیست گرفتم دوستانی عزیز. جا که اما کورانیم کلا قشایشون میتونیم، قشنه اولش نیستن. برای وقت بسیار میگیره. علاقه همه ما شما میتونیم این چیزو آسانه علاقه در هر یک زنی تاجیک، بانوی تاجیک این کاری هر روزه و یای دوستان عزیز. چه خیلی تا نظر خودم خیلی خوش رو آمده. نمیدونم خیلی که شما چی با آبو میتین. خوش رو آمده، مزهش هم خوش روه. اولی خیلی این ویدیو را من دوستان عزیز در جبان کلچهش خیلی گل داختم با دل خود. دتاش خوش رو آمد. اویش کیچی و شوخه خوش رو نیامد نمیشه. ایوش خیلی خوش رو آمدن دوستان عزیز. خیلی با ما باشین. ویدیوی دیگر تماشا کنین پای مهربان. ویدیو را حتما تا آخر تماشا کنین. کسانی که در کانالی من آبونه نیسته حتما آبونه شوین، لایک بانین، در تای کامنتاری بنویسین دوستانی عزیز شما چی نمیروه. ازار رحمتی کلان هم آدمایی که سخنهای خوب می نویسن، لایک میمونن، ویدیو را تماشا میکنن تا آخر. ازار رحمتی کلان به هر یکی شما کسانی که این ویدیو مرا تماشا میکنن دوستان عزیز. انا اکنون چه خیلی که دیدین در جا همه چیز هراله شید. من خواستم خمیر نانم یک پیتزا میکنم و ما کمتر پیاز، پامیدار، بودرینگ سویج، قرنفل بلغارسکی، کمتر کلبسه، ماینیز، کپچوکای، کمتر دیگه نمک ما همراه میکنم دوستان عزیز. از ما همه را یک جا ارالش میکنم. بعد نان تنک میکنیم در موزولای نان ما میرا میچینم. این پیتزای مدای نو کدیم ده اما شاید دل ندل نه. همشه ما یک جا ارالش خواستم کنم. یکم برخنا نمی خیلی کسم پیتزای ار وقتا میکنم. هر کمشه قباد با قباد میچیندم. خیلی خواستم کوشای خیلی کنم چه خیلی میوم باشه دوستان عزیز. نما همش هم خیلی ارالش کم. علاقه درجه اینما یا زولای نانه تنک کدام دوستانی عزیز. از در بلایم بکم تر کپچوک میشه که تا که سرخک بیاد چیل لوای نان. همی پیتزا را چیش خمیرش. خیلی دوستانی عزیز که با ما باشین تماشا کنین. بعد کم ترک سیر دیگه ما همراه کم در بلاش اخیران. برای کودکای ما سیر نغز نمیبینن. قدر بالای پیتزا یا گریبی باشه. هم خیلی دوستان عزیز چی میشده باشه اخیرش نمیتونیم خیلی چی میشود.
انم خیلی همشانم خیلی تنک میکنیم. با باویلکا کمتر میجقیم که خشرو در خمیر بچسبه و در دخوفکا میبونیم. در دخوفکا که بوندیم، در دخوفکا ما چی پیتزا داره دم میبونم. اگر بینم بونه خواست که ما بوندم دم ترش کمتر دیرتر چی میشوه. خیلی خوش رو باویلکا میجقیم در تا که در خمیر ما خوش رو بچسبه. سیری ما کمترک با دوستانی عزیز. خیلی که گفتم کودکا دوست نمیدارن، من خیلی کم کم میشه میپوشم بولوش. میرم با اگر دمچون بیا جیدو میکنن. ای بالایم پیتزا امی قرنفل بلغاریسکی هم نغز نمیبینن، پامیدورش هم نغز نمیبینن. اگر ای مگزینا بخری چیزی داشته باشه خشرو میخرن. وقتی اخر میکنیم جیدو میکنن. ایشا اوشا نمیخواد خیلی دوستان عزیز. وقتی درمو ویدیو کدن دهنی تیار کدن که بزنی با فکر موسونه اینه که بعد با ویدیو بسیاری پر میشود، درازی پر میشود. وقتی ویدیو بعد میکنی بسیار میشود که وقتی منتاژه چه میکنیش جو کده کب میشود. کپات برای مو خیلی پسان کب میزنیم دوستان عزیز. ده نالکه پیتزای ما بوندگی با کمترگه. دوستان عزیز پیتزا تیار شید. خیلی نصیب باشه روزشگاهی شید، مزهش میچشیم. نمیدونم که چی خیلی ما باشه. کودکور علاقه دادم یک دانه یک کسوکشه. خیلی چیزاش جیدو کنیم. سیاکوی روش الیفکه یورم جیدو میکنن میگیرم. ای چیزا جیدو میکنن بچه های من خیلی که گفتم. خیلی آمد پیتزامون دوستانی عزیز. انا درجه باشد با کمتر دیگه خام شوربا میکنیم با گوشتی گوسپند. اگر رمضان خیلی چیزی غواسته شوربا هم خیلی چیزا خوبه دوستان عزیز. به فکر من اودار اول شوربا بعد یگان چیزی سختتر باشه قفایی سازه. دوستان عزیز من گوشتا بوندم یک لینچ خیلی پینه کده پینوشا ما جیدو باید کنم. اما روشا پینوشا میگیریم. ما اینجا گوشتا بونه آشتا نمک داختم که تا که بوجوشا خشرو ای قریب 1 ساعت همی گوشتی ما دمی جا قریب جوشید. دوستان عزیز سرست من استیم برای ما بوندم خشرو گوشت بوجوشا. بعد چیزاشا ارالش میکنیم. دوستان عزیز گوشت لکه پخته خشرو از من همه اینمی چیزا رو دادرینه میدازم. تفنو دادم خاموشور بودم خیلی میدازیم دوستان عزیز. پیو سبزی بلغاریسکی کارتوشکا هم خیلی با موزیره در کره کمتر چورنی پرکس مرچی سیاه. دوستان عزیز چی در کره با زیره در کره لولای ریس در کره خیلی با فوراتان میدازی نفورتان. اما خوچم شوربای گوسپندی به مزه نکی چی خیلی که شوربای تاجیکستان در نظر من به مزه. گوشتای جاچ خیلی مزه ندارن. گوشتی گوسپندش نمیچیش در نظر من که اخمون به مزه در جا که مزه ندارن همی گوشتش. دوستان عزیز ما همشان هم خیلی همراه میدازیم. پامیدور سویجه هم خیلی ریزکی میدازیم که میبونیم بود شخصرو یا کم میشه و آوش یخشرو میدوشه گرم بلق خیلی چه خیلی بگم یک گرم بس میدوشه خشرو بعد پستش میکنیم. هم خیلی دوستان عزیز از مایره با پست میکنم
بعد جوشیدن میگیره. با آبش خیلی کم میشوه، شیره و شربتش خوشرو میبروید، با مزه تر میشه. دوستان عزیز، انا دوستان عزیز در اینجا باشد با برای بیگاره کمتر کمپوت کردیم. الکه یک ریسش ما گرفتم بالکن بردم، این ریسی دیگه مای جوشیده سه. دوستان عزیز در امی دیگه ما میبونیم پر میکنیم و 2 بار میشوه. یا 6 لیتر یا 3 لیتر آوشا میگیریم با یا ریسک 3 لیتر. الکه ما یک بانکش بالکن بردگیم، موزی بانکش یک نین گرفتم نمخیگاشی. دوستان عزیز خیلی خنک میکنیم اکه انا. دوستان عزیز نگاه کنین، ایچ خیلی برفای رنگی جوله کتا نیکی برف جوله نیسته، میقبیش با سبکه که برف اوریه. ام قاخشرو زده سه یک تا بوریده سه. ما داریم 1 مینوت زمینم سفید چید خواستم کنم تر کامراش کنم نکی چه خیلی که در تلفن خشرو نمیویه. ای پیش جایی بوده میبینیم خیلی حواست میکنه خوی یک فرقه زده سه کتا خشروه. من تلفن قد کامرا کم چه خیلی که خشرو نیامدن. خواستم کم ترجمه ویدیو کنم، یک نیست سکونده زمینو سفید چیدن. خخشرا کس که تری برف است، کلوتی کلون است. تری جولای که بگویی خیلی جولا نیست. دوستان عزیز عجیب بود. در اینجا باشم ما برف از زمین چینده سم برای گفتم ایشون بودم. جنسکی دادم میره آمده همیه دادم میره. بینید دوستان عزیز چند قدره میگوی که جولای نکی نه برفه سبکه که خیلی چه عجیب بود. خیلی زحمتی کلان کسانی که تا آخر ویدیو را با ما بودن تماشا کردن. ویدیو را دستگیری کنین، پای مهربان رکلام را نگردانین. میندار هستم از هر یک شما. خیلی بسیاری هستن که قرار که ویدیو را میبینن سرازه میگردانن. نکی حتما تماشا کنین و بونه شوین. لایک را فراموش نکنین دوستان عزیز. از رحمت